آیسان برادر خیلی شدم با شما توفه آوردم چیه تو برو داره ما شما رو بذارم از خطمه این بار بغل از بدخشان یه چیزی هم به تاجیکی به بچه مردم بگو میخواستم که برادرای تاجیک و ایرانی ما نزدیکتر شویم دوستتر شویم ما همه یک ملت هستیم فارس زبان هستیم میخوام دوستی بین تاجیکا ایرانیا همه نزدیکتر و خوبتر و بیشتر بشه رحمت کلام آقای احسان را که ما را قدردانی کرد این آقا رو دیگه شما تو استوریای منو میبینید اصلا یک بچه عجیب غریب انسان اصلا این لباس رو میپوشم همش که شما ببینید این لباس مقدس برای من